آقای محمود احمدی نژاد، حیف واژه آقا، میگه آقا امام زمان داره جهان رو میگردونه. خاک بر سر جهانی که اون طول سگ ته چاه داره میگردونتش. کار سعید سکویی اون اوایل 8 ماه 9 ماه 1 سال تو این تلویزیون انقدر پس سر این بی پدر و مادرها، از اون مطرباشونو، از اون افسار به دستاشونو، امیر قاسمیشو، بزرگشو، کوچیکشو، شهرام همایونشو، با همهشون رو انقدر پس گردنی خوردن که دیگه واقعا دیسک کمر گرفتن. ولی من دنبال حریف قدرتری هستم. ما اون رژیم ما ببین چجوری این مردم تو خیابون اومدن. مرگ بر حکومت اسلامی از این تلویزیون اومد، مرگ بر خامنه‌ای از اینجا اومد و یه عده نشستن. آقای سکویی اصلا این تلویزیون خیلی به پادشاهان پهلوی خیانت کرد. بخواه خونه مرگ بگید پدر سگ. آقا خب معلومه زخمی میشین، 6000 نفر میان جمع میشن، 4 ساعت جا بیچا میکنن. یعنی چی؟ یعنی این پتانسیال هست شما پادشاهی رو به ایران برگردونید. تلویزیون آریامد در جمع خیابان پهلوی روی ایر خواهد رفت. بهتون قول میدیم، با تمام وجود بهتون قول میدم که این کار داره انجام میشه. چه تلویزیونی؟ چه تلویزیونی واقعا؟ چه تلویزیونی دیگه؟ از این ایکس‌مدیا دیدین این خانمایی که میشینن تو این تلویزیون پشم شیشه، باورم کنید شما اینا رو توی تاغار واجبی 1 ماه بندازین بیان بیرون باز مثل کینگ کنگ میمونن به در سگا. صحبت بکن. ترافیک اصلا تا 8 مایل دم تلویزیون که اینا کیا میرن توش، کی میاد بیرون. چی میشه واقعا؟ شما مدیر کل شما هستین. من چون من احتیاج دارم 1-2 سال تو مجلس کار داری باید. چون ما تمام این تظاهرات رو نگاه کنید، از هر 10,000 نفر که میبینید 8 نفر 10 نفرشون یه سبزی به خودشون بستن. این خزه ها رو میگم و خزه سبزه ها رو میگم. جنبش سبز ایرانی، جنبش ملی مردمی ایرانه. اگه لا اله الا الله میگه، اگه الله اکبر میگه، حسین حسین یا حسین، وای حسین، آی حسین، این حرفا میگه به گور پدر هرچی حسینه. بهتون برخورد شل زرد بزا. حالا من بیام خودمو دستمایه یه مش آخوند بی پدر و مادر کثافت دوزاری حرامزاده زنازاده بی همه چیز بکنن. این ملت حسین حسین میر حسین میکنن، دنبال کرخر میر حسین موسوی نیستن، دنبال اون شیخ مکار حرامزاده کروبی این بی پدر و مادرها نیستن. اینا رو تخت پرش دارن ازشون استفاده میکنن. دنبال همون حسین اصلی هم نیستن. اصلا اگر بتونن به وسیله اینا مقبره حسین اصلی رو پیدا بکنن، اونجا مستراح توالت عمومیش میکنن. امام شدی خامنه‌ای؟ مرکی که یه چلغوز بی پدر و مادر کثافت امام شدی تو؟ چقدر فیروز آبادی زنده سعید جان خطا روشن ازی بدی بگید. زنده بمون فیروز آبادی، حرامزاده پدر سگ. یه سریالی حکومت اسلامی ساخته، رضا شاه کبیر رو نشون میده و اعلیحضرت آریامهر بزرگ و همش خراب میکنه، تهمت میزنه، دروغ میگه اینا. ولی یک چیز رو در این مرد نتونسته ازش بگیره، اون قدرت و جاذبه‌اش. یعنی وقتی یارو میاد میخواد مجیزش رو بگه، بهش میگه پوفیوز درست صحبت بکن. متوجه؟ اینا الان یک مرد میخواد که یک گروه 500 نفر داشته باشه، فرماندهی اینا رو داشته باشه، دونه دونه اینا رو جا به جای ایران گیرشون بیاره، تیکه تیکه‌شون بکنه. پیدا نمیشه در درون ایران یک کامه‌ای، یک شخصیتی، یعقوب لیثی 400 تا 500 تا آدم پارتیزان دور خودش جمع کنه و اینها رو به سزای اعمالشون برسونه. خیلی آروم زیر زمین. همین شما رو خط هستین، لطفا صحبت کنید. همین شما رو خط هستین، صحبت کنید. صحبتتون بخیر. شما جناب آقای سکویی و آقای مطلقان. درود بر تو عزیز من. بهت گوش میکنیم. چی گفت خامنه‌ای مرد؟ آره گفت خامنه‌ای مرد. همین شما رو خط هستین، صحبت کنید لطفا. لعنت به اون الله. روی خط هستین، صحبت کنید. که خامنه‌ای نمایندشه. شما صحبت کنید لطفا. به اعتقادات مردم توهین نکنید. نکنید این کار رو. من مخالف توهین به اعتقادات مردم. این کار نکنید.
همین شما صحبت کنید لطفا. شما صحبت کنید، خط بازه براتون. الو درود بر شما. آقا سلام عرض کردم. یه مقدار موزیان است صدا. بله خواستم از این آقای سکویی سوالم اینه اصلا زودتر ببندیدش بره این دوزاری رو. ببینم یک ماه ببینید شما صحبت کنید. باز میکنه این حنجره رو. من میفهمم بی پدر و مادر داری به این صورت؟ اصلا صوتش که میاد به طرف من مزدوری رو میبینم. یه سری بی پدر و مادر حرومزاده پس فطرت وابسته به رژیم کثافت اسلامی حالا نشستن از منتظری دارن قدیس میسازن. نوری زاده کثافت بچه آخونده حرومزاده منتظری یه قاتل بود. ببینید آقای لعنت به اون اسلامتون اللهتون که خامنه ای نمایندش رو زمینه. من اعتقادات مردم توهین نکنید، به اعتقادات توهین نکنید. همینطوره. همین شما رو خواهد هستین، لطفا صحبت کنید. درود بر شما. درود بر شما عزیزم. صدا عالیه. درود بر روح دو شاه بزرگ احمد شاه قاجار و ناصرالدین شاه قاجار. ببندش آقا دوسری، ببندش دوسری. همین شما روی خط هستین، صحبت کنید لطفا. احمد شاه قاجار، احمد شاه قاجار. عزیز من صحبت کنید لطفا. الو درود بر شما عزیزم. قاجار که این آخونده از همون قاجار تو ولشون بیرون زد. بفهمید صدا شما بخش میشه، صحبت کنید. چرا میشینید دنبال این و اون صحبت میکنید؟ شما روی خط هستین، شما صحبت کنید لطفا. چی چاپرک؟ این احمق چی بود؟ خسته شده. این چه زبونی بود؟ شما لطفا صحبت کنید. الو درود بر شما عزیزم. سلام درود به شما با. درود، صحبت کنید عزیزم. خسته نباشید. مرسی جان. درود بر موسوی و کروبی که فعلا ملت ایران رو بیرون ریختن. نه خانم، ملت ایران و کروبی و موسوی بیرون نریختن. ملت ایران رو خودشون بیرون اومدن. لعنت به موسوی. من میدونم که کجا رو خواهید. گوش کنید. نه من میخوام جوابشو بدیم. نه گوش کنید. یه لحظه شما گوشی نگه می‌دارین؟ نه بذار حرفش اول بزن، شما میدونم به کجا. بفرمایید. الو صداتون بخش میشه. تشریف بردن. نه من میدونم آخه چی این الان از اون تخم ترکه‌های تو ده اکثریت ملی مذهبی جبهه ملی اینا موسوی و کروبی مردم بیرون آوردن. نه خیر، موسوی و کروبی دو تا الاغی هستن که ملت ایران دارن تک تک میپرن، سواری میگیرن جلو میرن. مردم رو کشیدن بیرون. مگه مردم گوسفندن که کشیدنشون بیرون؟ به قبر پدر پوفیوز موسوی و کروبیتون سگ برینه. بله عزیزم، صداتون پخش میشه، صحبت کنید لطفا. جاوید شاه از پول شهران هم نخورید. یه بی تربیتی کردی دیگه. اصلا ایران اون کیه این دیجور میدونین شما لطفا صحبت کنید. مرد بر جمهوری اسلامی. آفرین. از چون شهر اون موضوع دوباره برگشتی. اولش آفرین داشت، دومش